بنا به یک گزارش تازه سازمان ملل، حالا در پاکستان 1,600,000 پناهنده از کشورهای دیگر زندگی می‌کنند. اکثر اردوگاه‌های پناهندگان در ولایت قبایل نشین خیبر پختونخوا جایگیرند و بخش اعظمی پناهندگان نیز از افغانستان هستند. در این گزارش که در روز بین المللی پناهندگان نشر شد آمده است سال گذشته تعداد مهاجران در پاکستان 22,000 نفر کم شده است. پاکستان بعد ایران و لبنان بزرگترین میزبان پناهندگان در جهان محسوب می شود. در شهر کشینیوف پایتخت جمهوری مولدووا روز بین المللی پناهندگان را با مراسم فرهنگی تجلیل کردند. پناهندگان از کشورهای مختلف کنسرت و عرف و عنعنه و غذاهای ملی خود را نمایش دادند. عین زمان به گفته سازمان ملل در مولدووا 250 پناهنده زندگی می‌کنند و بیشتر از نصف آنها از سوریه هستند. در روسیه گروه از تظاهرگران به مقامات رسمی مسکو کنایه‌آمیز وسایل پاکیزه کردن گوشت پیشنهاد کردند تا به قول تظاهرگران صدای آنها را درست‌تر بشنوند. تظاهرگران به طور رمزی در یک ظرف مایع پاک کردن گوشت و پخته آوردند تا به دپارتمنت خانه‌سازی در حکومت شهر مسکو تقدیم کنند. مقامات رسمی این مردم را از خانه‌های محروم کردند که حکومت 10 سال پیش به آنها داده بود. در تاجیکستان دادگاه نظامی دوشنبه یک سرباز نیروهای مرزبانی را برای بدرفتاری و معیوب کردن همخدمتش شهبال میرزایف به 9 سال زندان محکوم کرد. دادگاه عثمان علی غیرتوف را بر رعایت نکردن آیین‌نامه ارتش و به خطر انداختن جان انسان گناهکار دانست. پرونده مذکور یکی از پرونده‌های پرسر و صدای 4 ماه اخیر در تاجیکستان بود.